عزیز، بازم خوش آمدین به یکی از برنامه‌های جدید ما. دیگه امروز قرار است که بخیر بریم به طرف پانتون و تصاویری از پانتون به رخ شما دوستان عزیز بکشیم یا به تصویر بیاریم. همون چیز دیگه به تصویر بکشیم که انشالله که در این برنامه یک ویدیو که خوبی داشته باشیم و معرفی شوین با پانتون البیرونی و فضایشون، مکان و اساتید، شاگردان، محصلین دیگه. و همچنان قرار است که در می روزهای نزدیک امتحان کنکور هم برگزار شود دیگه. بقیه معلومات هم دوستا براتون میده دیگه. انشالله که بیننده باشین این برنامه ما را. سلام و درود خدمت دوستان عزیز، امید که خوب صحتمند باشین. امروز با جمع از دوستان پلان داریم که بریم طرف پانتون البیرونی و از پنزه‌ها و دیگه از بخش‌های مختلف از پانتون دیدن کنیم و دیگه این ویدیو رو همراه شما شریک بسازیم. با نام خدا، سلام و وقت بخیر دوستای عزیز بیننده. امید که خوب و خوش سر حال باشین و هر گوشه و کنار دنیا که هستین در کنار فامیلتان روزهای خوب و خوشی رو سپری کنید. دوستای عزیز دیگه چیزی نمونده که ما معرفی کنم دیگه. کلش جمال جان و وارث جان معرفی گرفتن و تصمیم ما و برنامه امروز ما همیست که ما بریم به پانتون و یا دانشگاه البیرونی و اینجا تصویری از فضا و از طبیعت داخل محوطه دانشگاه داشته باشیم. براتون به نشر میرسونیم و معرفی میگیریم برای اونجا دیگه. انشالله که تا آخر ویدیو ما را همراه باشین و کانال رو سابسکرایب کنین، ویدیوها رو لایک بکنین و کامنت بکنین. سلام بیننده عزیز، خوش آمدید به یک برنامه بازم ما رو می‌بینید. داخل یک شانس میریم به پانتون بخیر تصویرهای از پانتون با شما نشر بسازیم. سلام دوستای عزیز، تصمیمی که ما میبینیم فعلا دیگه داخل پانتون البیرونی هستیم. بسیار یک فضای سرسبز و خوشایند داره و ساخت ساز پانتون هم کم کم قسمی که میبینیم 4 تا بغل دیواراش هم بلند شده و انشالله داینده پلان دارن که همین سیستم سرکسوزی و بخش دیگه هم پلان ها از داینده که انشالله کار شود و همین پانتون ما بعض از پروژه‌ای که قبلا روی دست داشت تمام از دور عملی بسازه. چیزی که شما می‌بینید در تصویر این فعلا ریاست پانتون است. بله، قسمی که می‌بینید دوستای عزیز قسمت به طرف ریاست پانتون آمدیم و قسمت بعدیش هم مربوط به اموریت محصلان میشه. واقعا یک فضای خیلی سرسبز خوبی است به دیدن. ما گفتن امانا یکم معلومات بتیم در این پانتون. بله، این پانتون فکر کنم در موقعیت پانتون البیرونی البته در موقعیت اتوسای سیاول موقعیت داره، سیاول کوهستان. و این پانتون در سال 1387 است یا 88 است تأسیس شده و دارای نو 15 میباشه. 15 علوم سیاسی، حقوق علوم سیاسی، 15 انجینری، 15 طب است، 15 انجینری سیول است، تعلیم و تربیت و اقتصاد، 15 اقتصاد. چیزی که در تصویر می‌بینید لوحه تعلیم و 15 تعلیم و تربیت است، 15 اقتصاد که مربوط خود ما میشه. ما مسئولین 15 اقتصاد هستیم و 15 زراعت کی طرف هر کدام یک خود لوحه داره، آدرس داره و اونجا 15 شهریات و طب و حقوق است. فکر کنم همین 15 فعلا لوحه شده ده. بعدم یک کمی پروژه انکشافیش مونده در این بخشا و میخوایم امسال بخیر. این پانتون بعضی امکانات نداره، مثلا کتابخانه عمومی و بعضی یگان استانداردها دیگه. پروین جان، بله، قسمی که ما میبینیم دامای دوستان عزیز سن پانتون ما به شکل درست بازسازی نشده به خاطر سابق قبلی هم کمبود بودجه هم به توجه دولت. اما از نگاه دست و فصل خداوند تمام پنزای پانتون ما خیلی درس شالی است و انشالله اگر
فعلا در حکومت امارت اسلامی یک مقدار توجه بیشتر کنند به بازسازی پانتون و سرکارش به شکل منظم قیر کنند یا کانکریتش کنند و اگر بخش سرسبزیش هم یک توجه بیشتر کنند انشالله که پانتون ما شاید از نگاه کیفیت درسی در سطح سوم یا چهارم انشالله بیاید بخیر. دوستان عزیز، قسمی که ما را بیننده هسته فعلا در پانتون البیرنی قرار داریم و این ذخیره آبی است که به حساب آبیاری و زراعت درخت‌ها استفاده میشه و این بعد از یک مدت بسیار طولانی که سر از کار شد و بودجهش امسال تصویب شد و بعد از زحمت‌های بی‌نهایت یک قسمی که می‌بینیم فعلا دیگه فعال است و بعد از اینکه آب از این به شکل نرمال پر شود قابل آبیاری تمام درختایی که در پانتون البیرنی است داره و ما میتوانیم که توسط با استفاده از آب از این به شکل درست یک پانتون ما را آبیاری کنیم درختاش و یک فضای بسیار سرسبز و خوبه مهیا بسازیم. فردین جان خودت چی گفتن داری؟ فعلا شاید مترش باشه 8 متر قطر داره ارتفاع و شاید یک تخمینا 1 میلیون یا 2 میلیون متر مکعب آب ببره و برای بازسازی همین درختایی که شاید کل پانتون البیرنی باشن همون یک تصمیم هم دارم که همون یک گفتم یه چیزی نیست یه چیز خاص تشکر. جمال یه هاوس فعلا در سنجان موقعیت داره. سنجانی که مربوط پانتون البیرنی میشه. یک قسمت های ساحه قسمت ها کلش مثلا سنجان بنام سنجان یا میشه. این طرف مردم قریه و طرف ببینین خیلی عکسای سرسبز اومد کلش رهایشی است. خانواده و قریه است و بعضی فامیلا زندگی میکنن. بله. اونجا بسیار پر از آب و ماست میشه به خاطر عکسای سرسبز است. چون آب گلبار بله آب گلبار کلش در قریه رو کلش آبیاری میکنه و مردم هم ازش استفاده خوب کرده. فکر که سایه کل اگه سایه اون طرف پیش بری بگرامی میشه که سایه کلش مربوط کاپیسا میشه. بله. اینجا که میبینی اینجا هم فعلا 15 اقتصاد پانتون البیرنی است. پشت سرش قطرش که است مربوط به 15 زراعت میشه و قسمت های پایینش که است مربوط به لیلیه دختران میشه که فعلا لیلیه غیر فعال است و اون لیلیه فعلا به طور موقت برای بچه‌ها فعال شده میتونن استفاده کنن. بله دیگه 15 پیشتر ما خوب یک مسجد ما گفتن ما خوب یک مسجد جامع در داخل خود پانتون داریم که 5 وقت نماز و مثلا در رمضان تفسیرات صورت میگیره در رمضان. بله حدیث تفسیر به خاطر روزا جمعه جماعت بله سور خود چیزا را فعال خیلی یک سهولت ایجاد کرده. ما تا میدونم مسئولین هم در تایمای مثلا که چی باشه فارغ باشه اونجا میرن درس میخونن برای جزای امتحان.